خب بچه‌ها بازی بعدیمون فوت فوتی. فوت فوتک. فوت تو صورت. فوت تو آجیله دیگه فوت. تهش. فوت. این بازی خیلی ساده است آقای ما. یه دونه فوت فوتک من دارم ببین. یه دونه صدا نمیده تهش؟ نه فکرم بوق میزنه اینا. نه این بی بوقش از قصد بی بوقش گرفتیم. شما یه فوت فوتک داری. بله. جلومون این سه لیوان داریم. بله. و آجیله که شما از خونه آوردی. دست شما درد نکنه مرسی. آخر ساعت که تموم شد میتونین جمع کنین دوره شما ببری خونه‌تون. نه پس میذارم اینجا بمونه. میا که 3 2 1 گفت شروع می‌کنیم با فوت فوتکامون. بله. فوت می‌کنیم آجیلا رو از روی لیوان و می‌ریزیم رو میز. خب هر کی زودتر رفت تمام آجیلاش ریخ برنده است. خیلی راحته. حالا بچه‌ها تو خونه میتونن آجیل بذارن، میتونن هر چیزی که دوست دارن که سبک وزنه بزنن رو. اگرم فوت فوتک نداشتن میتونن فوت کنن. آره. دیگه چه جوری سادهش کنم براتون؟ من صدام کامل گرفته. از که داد زدم سر چرخوندن. تو خیلی بی صدا این کارو کردی. تو خیلی ریلکس بودی. من معمولا این کارو می‌کنم. من تو خونه که میشینم این کارو از زیاد انجام میدم. هندونه مرگوز. میتونیم با دست نگرش داریم که لیوانت نریزه. اوکی باش. آماده این؟ بله. 3 2 1 اوه چه محکم بود. سرم داره گیج میره. تنگاتنگ بود ولی سرم داره گیج میره. تو هنوز یه پسته داری. نه یه پستم.